دخترها زیر وقتا من بیشتر اینستاگرام با ویدیو میکرده گشتگی الکی 26000 подписчик جمع شده خرسان شدم بعد امین کخنیه وای کردم دخترها перестановка کردم столовой колонии баланда бурдам дигар комната мондам این کخنی با столовой национальный мондем بعد کرپاچوی خشته کردم موندم удобно شد هم واسه کم удобно برای کودکان برای دختر چی خوردیم فقط این بالای стол میبرد столичка کشال کردم میبرد بالای стол میبرد برای من فقط وای بود خاطر بود دیدم حاضر باشه نمیبرد یکونجا خاطرم جام ای پای کارم شده با حضور میکردم انا بعد دخترها حاضر اینجا نمیشه کودکای خوب روانده از اوچکای روزانه کردم لیکن این ویدیو من شبانه استیمات کرده بودم خونه تازه کرده خوش کرده خوب روام پاگاه سر با اسپاسی کار شوم گفتم من شبانه بیشتر کارم کرده خوب میرم ده ابرکام همین ابرکایی که مثال پول تازه کنی باشه تام لباس ته کردن لباس اوچ کردن خیلی چیزای شبانه میکنم تک پلیساس کردن خیلی پاس داشتنم خیلی کارهای روزانه ده شوم کارهای روزانه میکنم ده حتی کودک خوب رفتنشون خیلی دخترها بعد خیلی که همش ما میدونید دخترها من مقصد ماندگی هستم که از معاشای کمپانی فابریک میگرفتگیم خونه خرم خدا بشکر که الکی جمع شده بودم کمتر که دیگرش مونده خونه خرم خدا خواهد ان شاء الله که با من شما به نشون میدم همه رزولت اونم انا بعد دخترها اینجا یک چند نفر می نویسن که همقدر که معاش میگرفتین چه با شما حالم یا خونه نخریدین یا اینکه چه با حالم شما در سیامنه کوارتر زندگی میکنین گفتم میپرسن دخترها آیسته آیسته جمع شد خدا بشکر که حال من 9.5 سال باز در این کمپانی کار کردم یکم سال اول نه اوپت گرفتم من اونقدر معاش بلند نمیگرفتم خیلی 70000 80000 روبل 100000 روبل شد بعد اساسا خیلی ضربتم بالا برآمد خدا بازار بشکر حاضر داومی 3 هفته 220000 روبل примерно من میگیرم خدا بشکر که دخترها برای من کمتر که دیگر مونده است که جمع کنم انا بعد رفته خونه خریم برای که 7 8 میلیون примерно اگر خونه میگیرم گویا با کمتر که دیگر جمع کردم در کار خواهد وقتی که خریدیم خونه بعد ما باشم به نشون میتیم بعد که خونه خریدیم دخترها من میخوام که پراوا گیرم رفته مکتب ماشین خیلی اونقدر قیمتم نباشد که تا دستم راست شه یکان ماشین ارزان تر گیرم بعد یک سال یک نیم دو سال خدا خواهد که ماشین خوشی میخواستگی من بعد گیرم ده خدا خواهد پول جمع کرده پیشروی من همه شما دیده داشتن دخترها زنهای خونشین من مثلا من که من کانال دارم کم کم شما رزولتاتشون به نشون داده میتونم بسیاری زنهای هستن که همقدر معاش از من زیادتر میگیرن در جو لیکن اینستاگرام و یوتیوب خیلی کانال ندارن گویم ده ممکن است برای برآمد کردن اما فکر نکنید که فقط بلوگر معاش میگیرن و خیلی زندگیشون نابود میکنن شما هم هر کی شما میتونید که خیلی پیشروی کنید خدا خواهد که همش یاد میتیم یک اونجا قینیش نه دخترها مرحمت نمره واتساپ من بنویسید همش میفهمونیم دستگیری میکنیم خدا خواهد که شما هم در از این هم زیادتر معاش گرفته میتونید کمتر اگر که مهنت کنید معلومات عالی لازم نیست که زبان دانستن زبان روسی در کار نیست مثلا کوچه به کوچه برآورده فروخت عموما واش فروختن محصول لازم نیست دخترها اگر که خیلی گرنده برای همین مرحمت نویسیدن همش یاد میتیم دستگیری میکنیم حرکت کرده تیز دیکتر شایتون اگر پابوستر مستارت و بونوس های کلان گرفته میتونید دخترها بونوسی نپرمیر دیکتری 10000 سوم باشد اما بونوسش ما دوینه کرده میتونید که گرفتن 20000 سوم بغیر از معاشتون دخترها چون خیلی پرمی های کلان هست یک برگویتون ده بغیر از معاش بودیم بول دخترها هر 21 روز معاشتون میگیرن با خیلی پرمی های کلان داده میشه از طرف کمپانی انا خیلی دخترها مرحمت نمره واتساپ من بنویسید همش میفهمونم در وقتش من هم میخواستم یگان کاری یوم که اصلا نبرامده کار کرده شود پول کار کرده شود دخترها لیکن خیلی فکر نمیکردم که اینقدر پول های کلان کار کرده میشه است ایمنه از کمپانی فابریک باره که من خیال میکردم که ایمنه پروداکت فروختن در کرده در اگر که تو در بدر فروختن نگردیم کاتالوگ کتی فروختن نگردیم من فکر میکردم که اینترنت کتی فروختن در کار شرط خیال میکردم ده خیلی محصولات گرفته پرداخت کرده یک اسبات زور کردم از من خریداری کنتم گفتن من خیلی خیال میکردم کاری فابریک کرده دخترها خیلی نبدست که از سبب عموما خیلی نبدست برای همین با خاطر جمعی میتونید که کار سر کنید وقتی خالیتون کم کم سر کرده با همین کار اگلا پیشروی کار میکنید زندگیتون آباد میکنید من هم به شما البته یاری میرسونم دخترها برای همین به خاطر